Please wait for English. جبو کردی کرمانجی چاوره. Türkçe için lütfen bekleyin. برای زبان فارسی خواهشمند از منتظر باشید. درود و رز بر زن خوشویست من باتین کردستانیم. ام گوتوبیج مسعود بارزانی لگل سرک وزیر ترکیه به سانسور لپیش تا به زمان ترکی و دوای اواجه به 5 زمان جواز لگل زاروی سورانی بوده و پیشکش بکرد. Please wait. We are translating Mr. Barzani and Turkish Prime Minister phone call video regarding bombing PKK in 5 languages: Turkish, Kurdish Kurmanji, Sorani, Persian and English at the end. Please wait. Sayın Barzani'ye de bunu ifade ettim. O da bu operasyonun kesinlikle herhangi bir etnik veya mezhebi kesime yönelik olmadığını bildiklerini, teröre karşı Türkiye ile her zaman beraber çalışmaya hazır olduklarını ve bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi her türlü işbirliğine de katkı sağlayacaklarını bir kez daha ifade ettiler. Dediğim gibi bu temasların da sürmesi konusunda da karar verdik. Zaten mutabakatı bugün Dışişleri Bakanımız da açıkladı. سرک وزیر ترکیه احمد داوودوغلو ناوروکی تلفن خوی لگل مسعود بارزانی آشکرا کرد. احمد داوودوغلو وتی من لگل بریز بارزانی قسم کرد لسر هرشی هوایی ترکیه دش بفککل چیاکانی قندیل. بریز بارزانی به منی گفت که حقی مسلمه ترکیه دش تروریسم فکک شر بکن. هر وها بریز بارزانی گفت اما همیشه حاضرن با همکاری ترکیه دش تروریسم هر اوجوره که اما لرابردود او همکاریه من کردوه لدهاتو داجی همکاریکانی اما بردوام دبد. داوودوغلو دبجد لبش داوی تلفن دا هر دولا لسر هاوکاری کردن دوهاتوش به توافق گشتن. سرک وزیر ترکیه احمد داوودوغلو ناوروک تلفن خو لگل مسعود بارزانی آشکرا کرد. احمد داوودوغلو دبیجت از لگل بریز بارزانی لسر هیرش عزمانی ترکیه لسر بنگین پککل چیای قندیل به تلفنی آخفتن. رزدار بارزانی گفت حق ترکیه که دژ تروریست پکک شر بکد. هر وها بریز بارزانی گفت ام وکو همیشه حاضرن هفکاریا ترکیه بکن لشر دژ تروریسم ده. هر اوجوره که مال رابردو ده هفکاریا ترکیه کری ام دخوازن لدواتو دژ هفکاری ما لسرویه که لگل ترکیه بدومینه. داوودوغلو دبیجت هر اوجوره که من پیشش آماشه پیکرد لداوی تلفن داجی لگل بریز بارزانی لسر هفکاری دوهاتو ریک هفتن. نخست وزیر ترکیه احمد داوودوغلو میگوید در مورد حملات گسترده هوایی به مواضع PKK در کوهستان‌های قندیل با آقای بارزانی تلفنی صحبت کرده است. آقای بارزانی به من گفتند این حق مسلم ترکیه است که با تروریست‌های PKK بجنگد. داوودوغلو می‌افزاید آقای بارزانی گفتند همیشه حاضر هستیم به همکاری ترکیه برای مقابله با تروریسم، همچنان که ما این همکاری‌ها را در گذشته کردیم در آینده نیز همکاری‌های ما ادامه خواهد داشت. داوودوغلو میگوید در آخر تلفن هر دو طرف به همکاری دو جانبه در این مورد برای آینده نیز به توافق رسیدیم. Turkish Prime Minister Ahmed Davutoğlu say I spoke to Mr. Barzani and I give him information regarding a bombing to PKK target in Mantan Kandil in Iraq. He said Mr. Barzani told me that operation against PKK it is your right. And also he says Mr. Barzani said we are always ready to support Turkey against terrorism as we did in the past and we will continue in the future. Ahmed Davutoğlu saying as I mentioned Mr. Barzani agreed on cooperation against PKK to be continued.